ببینین پروردگار همینجا اخلاص ببینین چگونه عبادت است. وقتی ما سوار میشویم در این چیزهای سواره، دعوا الله مخلصین له الدین. شما میبینید که در حالتی که ما در طیاره ها سوار باشیم، دیگر جای نیست که ما مراجعت کنیم برای ما و شما پناهگاه شود. جای نیست که دیگر ما و شما با او تکیه داشته باشیم. نه سمالیات، همون طیاره‌ای که هست اگر گویم در خوبترین صورت هم ساخته شده باشد، اگر تمام همون متخصصای او برای ما و شما گارانتی یعنی که همین سمالیات بهترین سمالیات است، بار هم در صدمه روبرو نشده است، تا حال این ما را قانع کرده نمیتواند. خداوند میگه وقتی که شما در اونها داخل شدین و یک حالت ناگوار شما را قرار داد، شما در او حالت با پررگی رو به سوی من میارید. بازم سلام علیکم برادر عزیز. این چیزی که میبینید در دست من ای روغن خلبه میباشد. بسیاری ما و شما از پروستات اذیت میکشیم. این روغن خلبه برای خنکی روده، گرده، معده، پیشابدان، پروستات علل خصوص برای سنگ و نمک گرده رو تازه کردن است. برای سنگ غلطوندن این بهترین چیزه. در یک کورسش 3 پشکش استفاده برده میشه. همچنین دارای ویتامین A, S, E و گروه B می باشد. و شما اگر همین چیز لازم باشه مرحمت مراجعت کنید با متخصصای شرکت شفافرما، با شما معلومات های بیشتر را دسترس می نمایند. این ها سبب خدا شفافرما همراز شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. خداوند در آیت های قرآن خبر می‌دهد فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. برادر عزیز و گرامی، ما از همینجا اخلاص، حکمت و خود معنای اخلاص را که چیزی پوشیده در دل بنده مؤمن است اینجا دریافت کرده میتونیم. خداوند در آیت قرآن که سوره مبارکه عنکبوت بوده است، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. پروردگار میگوید وقتی که شما در چیز از سواره سوار شدین، مثل خواه کشتی باشد، خواه طیاره باشد، خواه قطاره باشد، هر چیز از سواره باشد، ببینین پروردگار همینجا اخلاص ببینین چگونه عبادت است. وقتی ما سوار میشویم در این چیزهای سواره، دعوا الله مخلصین له الدین. شما میبینید که در حالتی که ما در طیاره ها سوار باشیم، دیگر جای نیست که ما مراجعت کنیم برای ما و شما پناهگاه شود. جای نیست که دیگر ما و شما با او تکیه داشته باشیم. نه سمالیات، همون طیاره‌ای که هست اگر گویم در خوبترین صورت هم ساخته شده باشد، اگر تمام همون متخصصای او برای ما و شما گارانتی یعنی که همین سمالیات بهترین سمالیات است، بار هم در صدمه روبرو نشده است، تا حال این ما را قانع کرده نمیتواند. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان.
هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. اینا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. این یکم آیت. با درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم. اینا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین سمالیات بهترین سمالیات است. بار هم در صدمه روبرو نشده است، تا حال این ما را قانع کرده نمیتواند. خداوند میگه وقتی که شما در اونها داخل شدین و یک حالت ناگوار شما را قرار داد، شما در او حالت با پررگی رو به سوی من میارید. حالتی است که انسان با پررگی در اون حالت به سوی خداوند با تمام اخلاص، با تمام خلوص در همونجا عبادت، در همونجا دست میبردارد و از پروردگار از تحت دل با تمام هستی خود از خدای مهربان خواهان میشه. انمون اخلاص است برادر عزیز. انمونه که ما در اون حالتی که روبرو میشویم، حالت ناگوار ما قرار داریم، کمی گویم دشواری ها و مشکلاتی که در داخل او تیاره یا چیزی از سواره وقتی حس میکنیم، در او بینن وجود ما را یک ترس فرا میگیرد و ما در او به زبانمان تیز تیز از خدای مهربان نجات او را، حال خوب او را طلب میکنیم. انمون اخلاص است برادر عزیز. اگر ما در عبادت مان ان همون حالتی که در همون سواره بودیم، اگر از خدای مهربان همچنان عبادت داشته باشیم، و در پیشگاه خدا قبول است. زیرا ببینید من جمعه گذشته گفته بودم که حتی پیامبر گرامی گفتن ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. ببینید شما دعا کنید، میگه پیامبر گرامی، ولی در دعا کردن شما با تمام اخلاص دعا کنین. یقین دانین که همین دعای تو پر دل تو باید گواهی دهد که همین دعای مرا پروردگار شنیده ایستاده است و یکایک قبول کرده ایستاده است. اگر تا ما همین اخلاص و همین باوری را در بالای دستمان نآریم، پیامبر گرامی گفتن این دعای شما هم در پیشگاه خدا قبول نمی شود. ولی بسیاری وقت برادرای عزیز شما اهمیت داده باشین، هم تا دستامون هم میبرداریم دعا میکنیم ولی در دلمون چیزی از لذت نداریم و چیزی از محبت نیست و چیزی از قبولیت هم در یادمون هم نمیگذرد. پس این عبادت ما عبادت بی اخلاص است، در این خلوص نیست، در این نیت نیست، در این یقین نیست، در این صدق وجود ندارد. زی خاطر است که دعاهای ما و شما در دوام حدیث پیامبر میگوید خدای مهربان آن دعای را که انسان از روی دل میکند او را قبولش نمیگرداند. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند در جسم نظر نمیکند، خداوند در مال نظر نمیکند، خداوند در اولاد کی نظر نمیکند، بلکه پروردگار در دل و در عمل نظر میکند. اگر ما در دل خود همون خلوص و همون گویم یقین و همون صدق اگر حاصل کرده توانیم، انشاءالله پروردگار در اون نظر دارد و انشاءالله اون عبادت و اون عمل ما و شما در پیشگاه پروردگار قبولیت دارد. برادرای عزیز امروز جمعه است. ببینید به ذمه هر کدام ما و شما خواندن نماز جمعه فرض عین است که ما نماز جمعه ما نخوانیم. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. خداوند ما را امر دارد روز جمعه که شد، ساعت جمعه خانی که آمد، اگر دست در زر باشد ترک ساز و نماز جمعه را بخوان. این کنتم تعلمون، اگر به شرط تو فهمیش داشته باشی، تو اگر عقل داشته باشی، اگر تو معرفت داشته باشی، کارت ترک ساز. خدا میگه جمعه تا بخوان. پس ببینید همین جمعه که ما تاکید شدیم که باید برای ادا کردن او بیاییم،
اگر در همین جمع مقصد ما خاص برای آنکه این عبادت خداوند به ما فرض گردانیده است، اگر همین نیت نباشد، همین سرگردانی ما، قدمی ما همه در هدر است، بیکار است، چیز ما از اینجا برداشت کردن نمیتونه. برادر عزیز و گرامی، ببینین حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: من تطهر فی بیته، هر انسانی که در خانه طهارت میکند، طهارت میسازی، ثم مضى الى بیت من بیوت الله، بعد از آنه که طهارت تمام شد اراده میکنی که من در فلان مسجد رفته نماز میخوانم. ولی ببینین لیقضی فریضه من فرائض الله، همین طهارتی که من کردم برادر عزیز و گرامی و همین اراده ای که در فلان مسجد من نماز میخوانم، شرط ببین لیقضی فریضه من فرائض الله، اگر در همین نیتی که تو فلان مسجد را در نیتت گذرانیدی و در همین نیت تو داخل نباشد که این نماز جمعه فرض از فرضای خداست، من به خاطر فرض خدا می روم، همون طهارت و همون سرخم کردن و همون رکوع و سجده تو چیزی در نزد پروردگار قبولیت ندارد. تا اگر انسان به خاطر آنکه همین عبادت از برای خداست، همین عبادت به خاطر خداست، همین عبادت به خاطر رضاگی خداست، اگر در دل ما همین نگذرد، ما برادر عزیز و گرامی از عملهامان بجز همون گویم که ماندگی و بجز همون حرکت و بجز همون سرگردانی دیگر چیزی به ما نمیرسد. برای همین بسیار از شما خواهش میکنم دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان که امروز از اکثر ما و شما خدا را شکر که توفیق نماز خواندن داریم، توفیق صدقه داریم، توفیق روزه گرفتن داریم. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید: من صلی یرایی فقط اشرک و من صام یرایی فقط اشرک و من تصدق یرایی فقط اشرک. اگر تو نماز خوانی به خاطر آنکه تو را گویند نماز خوانی، ولی برادرای عزیز بسیاری از ما و شما که به خاطر خدا نیت میکنیم شاید در ذهن ها منگذرد نخواه آدمی باشد که نماز به خاطر خودنمایی خواند. پر است برادرای عزیز، پر است از شخصانی که نماز میخوانند تا که گویند که نماز خوان است، مسجد میآید تا که گویند که وای مسجدی است. برای چی بزرگای ما و شما میگن کلیدی دری دوزخ است آن نماز؟ ولی نماز نخواه کلیدی دری دوزخ باشد، کلیدی دری دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز. اگر در چشم مردم نماز بسیار با زیباگیش خوانی، مردم ترا نگه دارند، تو بسیار رکوع خوشرو میکنی، سجده های خوشرو میکنی، خواب گویم طولانی قرائت میکنی، آن چنان زیبا عبادت که مردم نگاه دارد و در دل تو هم همچنان گذر میکند که بگذار نمازی زیبای مرا ویها تماشا کنند. حضرت ها چی گفتن؟ کلید در دوزخ است آن نماز. این نماز تو کلید همون در دوزخ است. این نماز تو نماز در پیشگاه خداوند نیست برادر عزیز. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه تو می روی به ترکستان است. حاجی های محترم، این بزرگ خدا حاجی ها را اشاره میکند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه که تو می روی به ترکستان است. اگر حج ما به خاطر آن باشد که حاجی بابا گفته ها بالا بالا من کنند، یا در بین مردم به نام حاجی معروف و مشهور باشیم، بزرگان میگن تو کعبه نرفتی، تو ترکستان رفتی. من صلی یرای فقط اشرک. اگر نمازت یرایی باشد یعنی ریایی باشد،
خودنمایی باشد، خودستایی باشد، خالی از اخلاص باشد، خالی از نیت نیک باشد، خالی از رضاگی و فرمان خدا باشد. پیامبر گرامی گفتند تو شرک در راه خدا کردی، با این نماز تو در پیشگاه پروردگار مبتلای شرک شدی. و من صام یرای فقط اشرک. اگر تو روزه بگیری به خاطر که گویند فلانی هر یک روز دوشنبه و پنجشنبه روزه دار است، بسیاری از برادرای ما همین رکلم را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما خودنمایی را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما 4 تنگه را صدقه میکنند، در گوش هزارها میرسانند. حبیب خدا میگوید اگر روزه تو ریا باشد و خودنمایی باشد، خودستایی باشد، تو روزه نداشتی، تو بلکه شرک در راه خدا کردی. اگر تو هزارها سامان خیر کردی ولی در این خیرت رازگی خدا یا غضب خدا دور می شود، یا خداوند به واسطه صدقه مال تو را زاید بکند، رضاگی خدا پیدا می شود، غمگینی شیطان پیدا می شود، این نیت ها در ذهن تو نباشد، پیامبر گرامی تو شرک در راه خدا کردی. هر کاری که از ما باید سر زند برادرای عزیز و گرامی فقط و فقط به خاطر خدا باشد. من یک معامله را که در روز قیامت می شود برادرای عزیز و گرامی از کتاب الترغیب و الترهیب در باب مخصوص اخلاص این بزرگی خدا آورده است، میخواهم برای شما خوانم، بعدا انشاءالله باز فهمیش شما و معلومات شما نسبتی که عملی که خاص برای خدا نباشد باز معلوماتتون بیشتر می شود. ان الله تبارک و تعالی اذا كان يوم القيامه ينزل الى العباد ليقضي بينهم فاول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثور المال. روز قیامت پیامبر گرامی میگوید وقتی که پروردگار بین بندگان خود قضاوت میکند، حکم میبرارد، کیها چیها کردند، کیها به کدام عملها چنگ زدند، کیها اهل دوزخند، کیها اهل جنتند. وقتی خداوند در روز قیامت بین بندگان خود این حکم میکرده است، اولین کسانی را که مورد پرسش قرار میداده است 3 نفر بوده است. یکم پیامبر گفتند کسی را که در دنیا حافظ کل قرآن بود و یا فریاد میزنند، کسی که در دنیا امروز با اصطلاح های ما قاری قرآن بودند، حافظای قرآن. دوم کسی را که مورد پرسش قرار میداده است شهیدهایی که در دنیا اونا گویم در میدانهای جنگ مقابل دشمنای خدا جنگیدند. سوم کسانی را میپرسد که اونا سخی بودند، مالدار بودند. این 3 نفر خدای مهربان میخواند و برای اونا چنان سوالی میتید. چی سوال است؟ فیقول الله عز وجل، بس پروردگار میگفته است للقاری، از برای حافظ قرآن چی میگفته است؟ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، آیا من همون قرآن را که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کردم، آیا از همون قرآن تو آموختی؟ قال بله یا ربی، حافظ قرآن میگفت است بله پروردگار، من آن قرآن را که با پیامبرت نازل کردی آن قرآن را آموختم، آن قرآن را کلا حفظ کردم. فما عملت فبما عملت، وقتی که تو این قرآن را حفظ کردی
برادر عزیز و گرامی، وقتی این قرآن را تو حفظ کردی، خداوند میگفته است به این قاری قرآن، به این حافظ قرآن، پس با او چی معامله کردی؟ چی ها کردی؟ برادرای عزیز، پیش از آنه که خداوند از سیر این حافظ قرآن همگان را آگاه کند، ما میدانیم که خدای مهربان علم داخل سینه ما را دارد. در داخل سینه ما چی ها میگذرد، در وجود ما چی نیت ها و چی مقصد هاست، اگرچه از چشم بنده های خدا پوشیده است، ولی خدای مهربان این علم دارد، از داخلی آگاه است. پیش از آنه که این سوال را قاری برای پروردگار چی جواب میگوید، منم برای شما گفتنی هستم که دادرای عزیز، کوشش کنید که در حیات قرآن خوان باشین، در حیاتتان قرآن خوان باشین. من دیروز یک حدیثی را در اینجا بین بعد نمازها که ما یک حدیث تعلیل میکنیم، یک حدیثی را خواندم، ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کالبیت الخریب. پیامبر گرامی میفرماید هر کسی که اگر حفظ قرآن ندارد، یعنی بعضی برادرای ما همین یک آیت یا دو آیت از یاد میکنن، یا یک سوره دو سوره را از یاد میکنن و دیگر توجه به قرآن ندارند. پیامبر گرامی میگوید اگر در وجود شما آیت از سوره های قرآن اگر حفظ نباشد، شما مثل یک خانه چپه شده این، یک خانه که چپه می شود برادرای عزیز خراب می شود، دیدگی آدم دهشت او را فرا می گیرد. انسانی که اگر قرآن خوان نیست، انسانی که در وجود خود حفظ آیات های قرآن ندارد، مثل همون خانه های چپه شده اند. یعنی به حال اونا باید ما غمگین باشیم. امروز الحمدلله برادرای عزیز، اینقدر امکانیتی که خداوند برای آموختن قرآن برای ما و شما آورده است، اگر ما همین لحظه ها را استفاده نبریم، ما کرنمکیم. قسم به نام خدا ما به انصافیم. حالا که روایت ها هست که اگر هر روز کسی 40 آیت قرآن را با چشم خودش، با دستای خود قرآن را نکشاید، 40 آیت را نخواند، این آدم حق قرآن را به جا نآورده است. این قرآن بالای او در روز قیامت دعوا دارد که این آدم در من ناسپاس بود، این آدم در من شکرگزاری نمیکرد. امروز دادرای عزیز، عیب است که جوانای ما مثل همون موسفیدای 100 ساله و از 100 بالا فقط بوسه کردن قرآن دانین و خلاص، فقط با دست طهارت داشتن قرآن دانین و تماس. خیلی جای عیب، خیلی جای تأسف که شما یک جوانای تنومند، خداوند همه شرایط امکانیت برای شما داده است و شما از خواندن قرآن محروم باشید. شما خواه از قسم شب، خواه از قسم سحر قرآن کشاده و یک ورق که نخوانین، خیلی جای باور که غمگین شدن است برای شما. وقتی از قاری میپرسید از پروردگار، پس با این قرآن حفظ کردی چی کردی؟ چی خدمت ها کردی؟ قاری میگفت است اقوم به انا اللیل و انا النهار. پروردگارا من شبها میخستم، روزها میخستم، این قرآن را میخواندم، این حفظ قرآن را از ذهنم دور نمیکردم. قاری به سوی پروردگار میگفت است فیقول الله کذبت و تقول له الملائکه کذبت و یقول الله تبارک و تعالی بل اردت ان یقال فلان قاری. بعدا پروردگار نه به همه قاری، نه به همه حافظای قرآن، بلکه با کدامی همو که از همه گروه باشد معامله خداوند همچنان است. بعدا خداوند میگفته است ای قاری تو دروغ میگویی، بل کذبت،
ملائکه های پروردگار میگفت است تو دروغ میگوی قاری. و خداوند میگه بل اردت ان اقول له قاری، بلکه تو را مرادت این بود که حفظ قرآن کردی و در بین مردم خوش آوازی کردی به خاطر که گویم فلانی قاری است. تو به این خاطر حفظ قرآن کردی. حتی یک حدیث را در برابرش نگاه کردم که روایت بیهقی است. پیامبر گفته بود است من قرأ القرآن یعکل به الناس جاء یوم القیامه و وجهه عظم لیس علیه لحم. اگر کسی که قرآن را علم را به خاطر خوردن مال مردم از خود کند، یعنی به وسیله علم به وسیله قرآن خواهد که مردم طلب و تاراج کند، خواهد که مال مردم به دست بیارد، پیامبر گفتند این گونه عالم ها، این گونه قاری ها روز قیامت وقتی میخیزند در چهره هاشان گوشت وجود ندارد. یعنی چیز در چهره های ایشان از گوشت وجود ندارد. برادرای عزیز ببینن چهره را پیامبر گرامی گفت خداوند از چهرهش، یعنی جایی که حسن و جمال در او وجود دارد، خداوند همو حسن از روی این انسان میگیرد، به خاطر که این آدم ارادش دیگر چیز بود، ارادش پیشروی و خدمتی در دین نبود. پس از آن میگوید به سوی شهید میپرسید است. از شهید هم میپرسد. چی میپرسید است؟ شهید هم همچنان شهید در راه خدا شدی؟ بله شهید در راه خدا شدم. چگونه ای که در حدیث های می آید که پیامبر گرامی در جنگ خیبر با اصحاب وقتی که در بین شهیدها گشت و گذار میکرد، صحابه یک و یک نشان میدادن فلانی شهید است، فلانی شهید است. میگوید بناگاه به نزد یک شخصی آمدن که چهره و شکمش به سوی زمین است، فقط پشتش به سوی آسمان است، ولی کشته شده است. اصحاب میگوید نشان دادن پیامبر این قسم در جنگ بسیار شجاعت نشان دادن، این قسم گفتن شهید است. پیامبر گرامی در جواب اینی رأیت فی النار، گفتن این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. برادر عزیز این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. این حدیث مسلمه فی بردت غلاها او عباءه. ببینین من این گفت در دوزخ میبینم. صحابه حیرت دماندن که آخه این شهید، این همراه ما بود، این مقابل دشمنای خدا می جنگید. وقتی که میگه پهلوش گردانیدن، در زیر بغلش یک قطعه لباسی را از بیت المال دزدیده بوده است. برادرای عزیز و گرامی، و از مال غنیمت وقتی که می جنگیدن برای پیامبر ما و شما میدونین که در محاربه ها مال غنیمت برای پیامبر حلال بود گرفتنش. یعنی وقتی که یک جا را که هجوم میکردن، مال و ملک اونجا برای اینها حلال میشد. این قاعده جنگ همین است. ولی این بنده خدا به تقسیم کردن الکه یک پاره را گرفته در زیر بغل که پنهان کرده بوده است، یعنی خیانتی در مال کرده است. و وقتی که می جنگید پیامبر عالی باید در زیر شکمش او را ندیده با نور نبوت گفت ایرا من در دوزخ میبینم. برای این شهیدم خدای مهربان میگفته است تو دروغ میگویی. ملائکه ها میگفتند تو هم دروغ میگویی. بعد از آن خداوند میگفته است بلکه تو ارادت همین بود که تو را گویم بسیار جوانمرد بود، بسیار شجاع بود. یعنی تو به خاطر این کلمه ها جهاد کردی. همچنان سیوم نفری که اینجا موردی پرسش پروردگار قبول میگیرد، این آدمی است که در دنیا مال خود را گویم خیر احسانی که ما و شما امروز میگویم خیر احسان میکند، ولی در خیر احسانش هم نیتش چی است؟ نیتش داناندن است، نیتش فهمانیدن است، نیتش ریا است. پس پروردگار با اینها همچنان معامله را روا میبیند. خلاص از این
پرسشی که خداوند نسبت اینها میکند معلوم میشود که اگر ما هم برادرای عزیز هر عبادتی را که در دنیا به خاطر خدا اگر انجام ندهیم، پس وای در پیشگاه پروردگار قبولیت هم ندارد. حتی شما را من خبردار کردم که همین جمعه‌ای که ما و شما میاییم، نمازهای 5 وقته که ما و شما میاییم، برای جماعت ها ما و شما دوادوهایی که میکنیم، حتی حرکت هایی که میکنیم، اگر همینا برای رضاگی خدا نباشند یا در دل ما نیتی رضاگی پروردگار نباشد، پس در این عبادت های ما و شما هیچ چیز قبولیت پیشگاه خدا در وجود ندارد. برادران عزیز و گرامی، از بسیاری مهمان هایی که در این مسجد ما حضور دارند خیر و مقدم میگویم، علاوه خصوص برادرایی که از اینجا از شهر توز آمدن و برادرای ما که از حصار آمدن و از دیگر ناحیه آمدن، همه شما را خدای مهربان قدماتان در حسنات نویسد و دیگر برادرایی که از راههای دور و نزدیک آمدن ولی تا حال با آنها ما زیارت هم نکرده باشیم، خدا قدمهای شما در حسنات نویسد و با صحت و سلامت خداوند شما را به خاندانتان رساند. و در اینجا چند سوال هایی که از مهمان ها بسیار از من ضرور خواهش کردن که همینه جواب گوید که ما از راه های دور آمدم، زین خاطر من خواستم که جواب این سوال ها را گردانم تا که اینها یک ثبتی شود و اون برادرها اینا گوش اندازن. قبل از سوال ها این برادر را خواندن، اینجا از ما خواهش کردن سلام داملا، من وکیل کوچه چرمگرای پایان نزد مسجد داملا خالمراد نازی موجوره خان، از شما خواهش دارم در حق من دعای جمعیت کنید. شما برادرای عزیز میدونید که در چرمگرای پایان که خیلی یک مصیبت کلانی بود و در کوچه پهلوی او مصیبت خیلی کلانی آمد، خداوند لکو به همه اون ضرر دیده ها صبر جمیل نصیب کند و همه اون مشکلات هایی که دارن خداوند با فضل کرمش مشکلات هاشون دور گردانه و بسیاری از برادرهایی که در اینجا زنهاشون گذاشتن، نبیره هاشون گذاشتن، دخترهاشون گذاشتن، از آن جمله دیروز یک برادر از یک خانه هم زن و هم نبیره و هم دختر از ما خواهش کردن در حقشون دعا کنیم و هر برادرایی که الحال بعضی هاش تا حال از فرزنداشون درک ندارن، خدای مهربان همه این مشکلات ها را برای این بندگانت آسان گردانی و خدای مهربان آن گذشته ها را رحمت و مغفرت کنی، آمین یا رب العالمین. ولی دیروز من برادرای عزیز از بس که من مکتوبای زیاد در پیشم دارم، ولی یک همون سلفنای کلان گویم که پر از سوال است، اکثر اونها را میخوانم درباره به احترامی شوهرها و بعضی اونها درباره خنک نظرانه رفتار کردن مردها در زندگی. راستی بار دیروز من از زبان این برادری که 3 نفر از خانهش گذشته بود، یکی آیلش و یکی دخترش و یکی نبیرش، عجیب چیزی گفتن، قسم به نام خدا دیگه ما خودمان داشته نتونستیم. شما بینید که حکایه میکند که وقتی که همون سیلاوهی که بالای همونها آمده است، در همین حالت اکنون من مختصر همون یک لحظه ای را که شما زنی خدا ترس و زنی که البته برای آب چشم کردن و برای او غمگین شدن و در حق او دعا کردن این ارزندگی دارد، میگوید وقتی که عائلم کمی از من دور ماند، کمی از بین ما یک مسافه دور ماندن که اون مقصد نزدیک من آمدن نمیتواند، من نزدیک وی رفتن نمیتونم، از همونجا ایستاده و از من خواهش دارد که شوهر هر خطای کرده باشه مرا ببخش. برادر عزیز، در حالتی که یعنی لحظه منم نابود میشم، تو هم نابود میشه، یعنی حالتی هست که دیگر جای خلاصی نیست، پس از همونجا ایستاده و تو مقصد مردک مرا ببخش، هر کمبودی در زندگی کرده باشیم، هر خطایی که در زندگی کرده باشیم ما را مورد بخشش قرار دهیم. من میگه از دور فریاد میکنم
من تو را بخشیدگیم، تو آخی آیله نیستی که من تو را نبخشم؟ آخی اینقدر خدمت ها و اینقدر نیکی های تو، چرا این نه؟ به هر حال یگان ممکن است در حیات یگان چیزی گذشته باشد برای بخش. برادرای عزیز و گرامی، چه زنهای خوبه، چه زنهای نیکی را خدای مهربان در این روی زمین هم نگاه می‌دارد. همه خداوند همه مشکلات های این بندگانش آسان گردانه و خداوند این خیل زنهای با عفت و زنهای خدا ترسه همون حشر جنت که در اختیارشون هست خداوند نصیب و روزیشان بگرداند. خداوند همه آن برادرانی که در این معرکه مصیبت اشتراک ها کردند، بسیار جوانای ما، بسیار جوان پسرها، اگه من نام هر کدام را گرفتن نمیتونم، ولی در همون روزهای سختی از مردم از خانه ها بیرون کردن، مردم مال و اسباب انجامشون به جای یک سلامت رسانیدن، جوانان بسیار بسیار خدمت کردند. همه اون جوانایی بودند که دادرای عزیز تربیت مسجدی داشتند، همه اونا جوانایی بودند که 5 وقت نماز میخواندند. اونها این گونه حالت احساس کردند و دانستند که در اینجا ثواب بیشتر است و به خاطر آنکه تربیت‌های خوب ایمانی داشتند، اونا در این روزهای وزبینی بسیار بود اونجا مردمی که فقط تماشا میکردند، ولی شخصانی بودند که از خدا خبردار بودند و راهی درست و ثواب که دانستند. حتی بسیارش گویم که دیگر فکر جان خودشان نکرده و همون برادرها را کمک میکردند. خداوند همه اون برادرای ما را هم عمر دراز و تنی صحت و خداوند عزت دنیا و آخرت رو نصیبشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. خب سوال هایی که برادر ما از شهرتوز دادن همینجا خودشون هستند. خب در مابین نماز عصر و شام خوراک خوردن یا نماز قضایی خواندن، برادر عزیز و گرامی، نماز قضایی را بین عصر و شام خواندن درست است. بین عصر و شام فقط در مذهب خودمان نماز نافله نمیخوانند، ولی نماز قضایی خود که حکمش واجب است، ما هم میتونیم که بین عصر و شام نماز قضایی خوانیم. ولی خوردن در بین عصر و شام یکم باکی ندارد. شما همین نمازهای عصر تا نخوانده باشین تا شام وقت باشد، اگر یعنی خوردن شما مانع نماز جماعت شما نشود یا مانع نماز شما نشود، باکی ندارد. شما خوردن گیرین. این بعضی چیزهایی که بین عصر و شام نخوانین و تا کودکی شما را از حوض کوثر آب نمیتین و دیگر اینا افسانه ها هستند دادرها. اینا را شما به این چیزا اهمیت ندین. درست است خوراک تا نخورین. دوم، در نکاح وکیل پرسیدن با پول رضا شدن دوگانه هایش جایز است یا نه؟ بهترین نکاح دادرای عزیز شما وکیل بازی نکنید. دیگه وکیل ها اصلا در همین نکاح ها بسیاری وقت وکیل ها را همون تقاهای عروس خداشان کوشش میکنن که در همین جا داخل شوند و از همون حساب بچه‌دار یک مبلغی را به دست بیارن. دیگر اینجا هیچ مقصد و مطلب نیست. برای همین بهترین نکاح برادرای عزیز و گرامی همین است که رو به رو نکاح کنید. دختر همراه بچه، دخترها را یک پرده بکشین، در پسک پرده دخترها ایستند، از این طرف جوان ایستد، در بین داملایی که نکاح میکند یک 15-20 دقیقه درباره حرمت شوهر، حرمت زن شما صحبت کنین. بعدا خدا خواهد در همینجا نکاح را با آواز بلند اول از دخترک پرسین همون تن و نفس حلال خودت به همین جوان بخشیدی؟ او مثال بله میگوید، شما میشنوین، جوانم قبول کردی؟ قبول کردم. خب صدا را از زن مرد میشنود، از مرد از زن میشنود. این بهترین نکاح است. دیگر وکیل روان کنین، اولی وکیل راضی نمیشود، اولی دوگانه ها وقت ندارن، این دیگر این کارا را پرتوین دادرای عزیز. آخه شما جوان مردین، همون ملایی که برای 10 سوم و 20 سوم رفته در همونجا تکیه میزنی تا دخترها مثال راضی شدن. بهترش داملای عزیز باور که خودت خار کردگی، خودت بی قدر کردگی. همین خیلی نکاح ها را نکنین برادرای عزیز و گرامی. نکاح همون نکاحی است که آخه یک نیم ساعت حداقل، او دیگر کای او بیچاره وقتی پند نصیحت، او قدر غیرتی ندارد که در تویش یک اهل علم برده و برای او موعظه کنه. ای پس نکاح تو بعد تماشا که او تررم و غررم و بلا بتره. همونجا نیم ساعت در اوجا او دیگر ناچاره
او دیگر راه گریز ندارد، نیم ساعت در گوشش برسان. بهترین نکاح همین است برادر عزیز. دوگانه هاش راضی کردن نکردن اینا در اسلام ما و شما نیست. خوبش همین ایمیلش دخترک من است 3-4 دوگانه‌اش در روز خرسندی بیارد، ولی اونها را راضی کردن این یگان ضرورت ندارد. تا از پیش خود اگر برده برای خرسندی همونا یک 5 سوم یا 10 سوم در دستشون همچی خیر، اگر پولدار باشی شرایطدار باشی تی این حق تو از کار تو، ولی رضا کردن اونا یگان ضرورت ندارد. فقط کوشش کنید که در همون حالتهای نکاح شما دخترای شما حجاباشان، عفتشان، دوگانه‌هاشان سرای پوشیده، گردنای پوشیده در یک معرکه سنتی با یک طریق نیک آمده مثال، بعد شما نکاح را بندین خوب می شود. انسانی که یک عمر مال مردم میخورد باز خدا میگوید. خیلی بسیار ایتری مسلمان هایی که دزدند، مسلمانی که ترسانچک است، مسلمانی که زیناکار است، مسلمانی که حق مردم میخورد. خب یعنی مسلمان است دزد است، مسلمان است زیناکار است. یعنی به زنا کردن یا به دزدی کردن ما را کافر نمیگیم تا زمانی که همو حلالش نشمارد، ولی وای از جمله همو مسلمان های گناهگار است. مسلمان گناهگار برای این حق هایی که خورده است برادر عزیز و گرامی، این باور که چنان حسرتی است در روز قیامت و افسوس که همون حالت امروز حس نمیکنه. ولی امروز برادرای عزیز مال مردم گفتیم، از همین حالت مصیبت و مشکلاتی که در بسیاری از بندهای خدا آمدن، در همین بین شخصانی وجود دارند که چیزی به اونا ضرر نرسیده است، از همین حالت استفاده میبرند. و در همین مسئله بسیار با احتیاط باشین. ولی من نگاه کردم در خانه به خانه میگردن، خانه ما آزاده است چی داری؟ آخه برای آزادگی اینجا در این قدر برادرای ما و شما کمک ها را ببینین. الحال از روز 2 روز پیش برادرای ما از غرم آمده بودند با سرداری امام خطیب و سرداری نایب رئیس غرم. قریب 9 نفر شب خانه ما در مهمان بودند. این قدر یاردمی که اونا آوردند. روز دیگهش مردم شهر نو آوردند. این امروز یک برادر ما 300 کیلو باز گوشت، این یک برادر دیگه در اینجا حضور دارد قریب 4000 سامانی. هر روز این خیل برادرها مبلغ آورده و در دست مردم داده استند. ولی از همین حالت بسیاری ها شاید خانه به خانه گشته. انامینایش که شما میبینین بسیارش دعواگرای هستند که در اصل چیزی ضرر ندیدن. اینا شما روین از مردم پرسین، میگه در جایی که اون پلاتکا زدگیان آدمای هستند که انامونا صاحب خانه اند، اون همونجا دا مرده پرتا کردگی خودشو از همین حالت استفاده بردستند. بسیار آدمای بے انصاف هم در این بین وجود دارد. برای همه وقتی که شما با کسی میخواین کمک بکنین، شما آدمای در کاری میدانستگی را همراه خودتان بگیرین. اینطوری هر کی و هر چی نکنین مالتونه. حاضر ما اینجا متمرکز داریم، اینجا در چیزایی که آورده میسپارین همه موافق قاعده و قانون برای هر یک آدم نرمه معین شدگی است. شما را کسی ناباور نکرد، همش الحمدلله همون جای خودش گرفته استند.